چند بار شده که به فرزندتون میگین عزیزم وسایلتو جمع کن، در جواب میشنوید که حالا بعداً، در نهایت خودتون مجبورید که جمع کنید. چند بار شده که فرزندتون حاضر نیست کمک بکنه و ازش میپرسید چرا؟ با یه قیافه خسته‌ای میگه مامان خب کار توئه، چرا من باید انجام بدم؟ یا اصلا شده خودتون با خستگی بگین من دیگه از دست این بچه خسته شدم، انگار اینجا فقط من باید کارا رو انجام بدم. و دعوتتون میکنم تا آخر وبینار بمونید، چون هدیه‌های خیلی ویژه‌ای براتون در نظر گرفتیم. دوستان جان، یک جعبه ابزار مسئولیت پذیری که شامل یک بروشور زیبا که خلاصه ای از مطالب امروز هست و چکلیست کاربردی بر اساس سن فرزندتون که بهتون دسترسی میده یه راستای مسئولیت پذیری بیشتر فرزندتون رشد کنه. پس آماده باشین، همه حواسا رو به ما بدین، چون قراره که کمتر از 20 دقیقه بزرگترین تغییری که همیشه دنبالش بودیم رو اینجا میخوایم شروع کنیم با هم. اول میخوایم با یه مثال واقعی شروع کنیم. مامان نیما هر روز باهاش سر و کله میزنه برای جمع کردن وسایلش. یه روز تصمیم میگیره دیگه بهش تذکر نده و ببینه چی میشه. حدس بزنین چی میشه. نیما تا 2 روز وسایلش رو جمع نمیکنه و بعد با گریه میاد میگه مامان وسایلم گم شد. مامان نیما اون لحظه میفهمه که نیما اصلا یاد نگرفته چرا باید مسئولیت کارهاش رو قبول کنه. بچه‌ها ذاتاً تنبل و بی‌مسئولیت نیستند. اونا فقط مهارتش رو یاد نگرفتن یا انگیزش رو ندارن. امروز میخوایم ببینیم چرا این اتفاق میفته و چطور تغییرش بدیم. و در ادامه در کنار آموزش‌ها و ابزارهایی که در اختیارتون میذاریم این تغییر رو راحت‌تر میتونید خلقش بکنید. فرزانه جان، سوال خیلی خوبه که اکثر والدین دارن. چرا بچه‌ها مسئولیت کارهاشون رو قبول نمی‌کنن؟ خب نفس جون، این سوال خیلی سوال خوبیه و دلایل خیلی زیادی هم به نظر من داره. شاید یکی از دلایل مهم یا در واقع دلیل اولی که من میتونم در موردش در واقع صحبت کنم محافظت بیش از حدیه که والدین ما از بچه‌هاشون دارن. یعنی در واقع به جای کودک شروع میکنن کارها رو انجام میدن. خیلی از والدین به جای اینکه فرزندشون رو ببرن به سمت مسئولیت پذیری، حالا ما میگیم به صورت نادانسته یا به صورت ناآگاهانه، میان اون وابسته به خودشون میکنن و تمام مسئولیت، تمام بارهایی که در واقع باید کودک به عهده بگیره و کودک انجام بده خودشون انجام میدن. اگه بخوام یه مثال بزنم، به طور مثال شما فکر کنین اگه یه بچه مثلا اسمش آراد باشه، مامان آراد میاد همیشه قبل از رفتن به مدرسه چی کار میکنه؟ خودش کیف آراد رو مرتب میکنه، وسایلش رو توی کیفش میذاره، ناهارش رو آماده میکنه، حتی در کیفش رو میبنده، میگه خب همه چی آماده شد، الان دیگه وقتشه که دیگه برید سمت مدرسه. اما همه چی آماده شد، یعنی شروع میکنه تک به تک کارهایی که آراد میتونه خودش انجام بده مادر انجام میده. و حالا شما فکر کنین در یه شرایطی مادر آراد نتونه یه بخشی از کار رو انجام بده و با آراد بگه که مامان امروز خودت کیفتو ببند، خودت کیفتو جمع کن. میگه من؟ ولی همیشه تو این کار رو انجام میدادی. ما خیلی از مواقع با این حالت بچه‌ها روبرو میشیم، میگه اصلا چرا من؟ اما از مادرشون انتظار داره که مادر مثل قبل، مثل در واقع شرایطی که از ابتدا باهاش روبرو شده بوده و مادر داشته طی می‌کرده، عین همون موقع انجام بده. پس با همین جهاز که من به عنوان مادر صدام در میاد که چرا تو انقدر بی‌مسئولیتی، چرا کار خودت انجام نمیدی، در حالی که ما به دلیل اون حسی که به عنوان یک مادر داریم بیش از حد داریم از فرزندمون مراقبت میکنیم. حالا خیلی از مواقع از ما میپرسن راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما بیایم در واقع ازش بخوایم که خودش مسئولیت هایی که باید انجام بده رو خودش به عهده بگیره و انجام بده. اما یا همش ما هم نه. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که از بچه‌مون بخوایم وظایف رو به صورت کوچیک و در واقع در حد تواناییش بهش بسپاریم و بخوایم که خودش انجام بده. مثلا
در نظر داشته باشیم که یک کودکی که بین سن 3 تا 5 ساله است میتونه خودش اسباب بازیش رو جمع کنه. پس دلیلی نداره که من به عنوان یک مادر یا به عنوان یک پدر از کودک بخوام برم سمت اتاق کودکم و خودم همه وسایل رو جمع کنم. پس ما توی این گروه سنی 3 تا 5 سال خیلی خوبه برای اینکه بچه‌مون رو مسئولیت پذیر بار بیاریم، به طور مثال بهش بگیم که حالا آراد اسباب بازی هایی که روی زمین ریختی رو برو به سمتش و اونها رو جمع کن بذار سر جاش. یا مثلا یه کودکی که 6 تا 8 سال قرار داره، میدونیم که این کودک خودش میتونه صبحونه‌شو آماده کنه، خودش میتونه صبحونه‌شو بخوره، بعد وسایلش رو روی میز بذاره. برای آماده سازی صبحانه نیاز نیست من مادر درگیر بشم. پس میتونم از فرزندم بخوام که بخشایی که مربوط به صبحانه‌شه خودش انجام بده. یا حتی تو گروه سنی 9 تا 12 سال ما دیگه میتونیم از فرزندمون انتظار داشته باشیم که وسایل مدرسه‌ش رو خودش مرتب بکنه. پس توی این بخش هم ما میتونیم وظایفش رو تبدیل به یک وظایف کوچیک بکنیم و در واقع با مشخص کردن اون وظایف از کودکمون بخوام یا از فرزندمون بخوام که بره به سمتش و اون وظایف رو انجام بده. البته ادامه میدیم، راهکارهای دیگه رو هم در ادامه میخوایم در اختیارتون بذاریم. اما ما یه چکلیستی رو هم دوستان عزیز براتون آماده کردیم که توی اون چکلیست دقیقاً نوشته شده، همونطور که من مثال زدم، که توی هر سنی کودک ما از کودکمون چه انتظاری رو میتونیم داشته باشیم و توی هر سنی کودک ما چه مسئولیت‌هایی رو در حد توانش میتونه انجام بده. پس حتما تا پایان وبینار که با ما هستین ما هم حواسمون هست، شما هم حواستون باشه که این چک لیست رو ما در اختیار شما به عنوان یک هدیه در واقع قرار بدیم که شما بتونید از این چک لیست به عنوان یک راهکار بسیار مفید با توجه به سن کودکتون استفاده کنین و این وظایف رو به صورت مرتب تقسیم بندی کنین و در اختیار بچه‌هاتون قرار بدین. خب حالا الان از شما والدین میخوام یک سوال بپرسم، اونم اینه: آخرین باری که با توجه به صحبت‌هایی که من توی این بخش کردم، آخرین باری که شما به جای فرزندتون کاری رو انجام دادین کی بود؟ چی شد که مجبور شدید خودتون انجام بدین؟ و کنارش اینم اضافه میکنم، آیا اون کاری که شما انجام دادین متناسب با سن کودکتون بود و اون میتونست انجام بده و انجام نداد و شما انجام دادین؟ چطور شد که شما رفتین به سمتش و اون مسئولیت رو در واقع به عهده گرفتین و پیش بردینش جلو؟ مثلا یکی از دوستان گفته من اسم نمیبرم، من اتاقش رو مرتب کردم. خوبه، این سوال رو در ذهن خودتون داشته باشین. ما در انتهای وبینار میخوایم در مورد همین هم به گفتگو با هم بپردازیم. البته جواب خیلی از سوالاتتون رو شما تو همین وبینار دریافت میکنید. خب مرسی که داریم مشارکت میکنیم. مشارکت شما به ما هم در واقع این کمک رو میکنه که ما بتونیم خوب پیش بریم ما هم جلو. نفیسه جان شاید بد نباشه بریم سمت این که خب چه دلایل دیگه هم وجود داره. دلیل دوم رو دوست داریم شما پیش ببرید جلو. حتما. عالی فرزانه جان. دلیل دومی که بچه‌ها مسئولیت کارهاشون رو برنمی‌دارن اینه که کودک نتیجه مسئولیت پذیری رو نمی‌بینه. پس باعث میشه انگیزه درونی نداشته باشه. بچه‌ها وقتی انگیزه داشته باشن حتی کارهای سخت رو هم انجام میدن و قطعا از عهده‌اش برمیان. ولی اگه احساس کنن که مسئولیت پذیری هیچ فایده‌ای نداره، خب اصلا چرا باید انجامش بدن؟ برای مثال آیلین هر روز لباساش رو روی زمین مینداخت. مامانش خسته شده بود و تصمیم گرفت از روش پیامد طبیعی استفاده بکنه. این بار لباس‌ها رو جمع نکرد مامانش. روز بعد آیلین لباس تمیز برای مدرسه نداشت و به تب ناراحت شد. مامانش گفت وقتی لباساتو جمع نکنی تمیز نمیمونن. و بعد از اون آیلین خودش یاد گرفت که لباسهاش رو مرتب کنه، چون با عواقب پیامد طبیعی که براش پیش می اومد مواجه شد. و این چیزی که ما والدین معمولاً نمیذاریم اتفاق بیفته. از روی دل رحمی، علاقه و عشقی که داریم دلمون نمیخواد اون اتفاق بیفته. پس یه راهکاری که عملیه و فوق‌العاده است
میخوام از این به بعد به جای تنبیه پیامد طبیعی بذاریم. اگه اسباب بازیشو جمع نکنه، اون اسباب بازی برای یه مدتی از دسترس خارج میشه. اگه لباساشو نچینه سر جاش، برای فردا لباس تمیز نداره. اگه تکلیفشو انجام نده، میذاریم معلمش بهش تو مدرسه تذکر بده، نه ما. و ما حتما توی جعبه ابزار مسئولیت پذیریمون نمونه‌هایی از پیامدهای طبیعی مناسب هر سن رو برای شما قرار میدیم دوستان، تا راحت‌تر بتونین توی خونه اجرا بکنیم. عالی عالی، دقیقاً. و دلایل دیگه هم داره. به طور مثال ممکنه که بچه‌های ما یاد نگرفته باشن که چطور کارهاشون رو مدیریت کنن. خیلی وقتا بچه‌ها نمیدونن که چطور کارهاشون رو در واقع پیش ببرن جلو و ما انتظار داریم که یه بچه 5 ساله وقتی بهش میگیم برو اتاقتو تمیز کن بفهمه و بره تمام اتاقشو تمیز کنه، در حالی که یه بچه 5 ساله به طور مثال دچار یه گنگی میشه، دچار یه به هم ریختگی میشه. میگه آخه چه جوری؟ خود من یه کودکی دارم که 6 سال تمامه و به طور مثال وقتی اتاقش میرم داخل اتاقش بهش میگم که خب مامان برو اتاقتو مرتب کن، بارها امتحان کردم، مامان برو اتاقتو مرتب کن. وقتی برمیگردم تو اتاقش رو نگاه میکنم و میبینم اتاق کاملا به هم ریخته است، یه لحظه که صورتش رو نگاه میکنم دچار به هم ریختگی شده و برمیگردم و میگه آخه خیلی زیاده، آخه من چجوری این کار بکنم؟ و من همونجا برمیگردم بهش میگم خب بیا یه راهکار بهت بگم، بیا یه چیزی میخوام بهت بگم که اگه تو انجامش بدی بهترین نتیجه رو ازش میگیری. اون چیه؟ ازش میخوام که کارا رو به صورت کوچیک کوچیک تقسیم کنه. یعنی ما قبل از اینکه در واقع کارها رو براش بخشای کوچیک تقسیم کنیم، اون بخش کوچیک رو اول بهش میگیم. اول ذهنش اون رو دریافت میکنه و فکر میکنه فقط یک بخش رو قرار انجام بده و بعد ما سراغ بخش بعدی و بخش بعدی میدیم. گاهی مواقع این برای بچه‌های بزرگتر هم نتیجه میده، چون من 2 تا دختر دارم، یه دختر 7 ساله فکر کنیم و یه دختر 18 ساله و همین پروسه رو من حتی تو 10 سالگی و 11 سالگی فرزندم هم انجام دادم. پس به جای اینکه مثلا بهش بگیم برو اتاقتو مرتب کن، میتونیم بهش بگیم برو اول فقط لباسایی که رو زمین ریختی رو جمع کن، یا برو اول فقط اون جورابایی که رو زمینه رو بذار توی قفسه جورابات. یا بعد که اون کار رو انجام داد میتونیم بگیم حالا فقط الان برو کتاباتو بذار تو قفسه کتابات. اینجوری بچه‌های ما سردرگم نمیشن و احساس موفقیت بهشون دست میده. و باور کنید وقتی ما بخش کوچیکی رو در اختیارشون میذاریم و در واقع توی ذهنشون از اون سردرگمی در میان و براشون مشخص و واضح میشه که ما قراره دقیقاً چه کار بکنیم. حتی ما خود ما بزرگترها وقتی برای ما یه چیزی شفاف و روشن باشه به راحتی میتونیم بهش بپردازیم. و باز در کنارش میتونیم به دلایل دیگر هم اشاره کنیم. خب رفیسه جان، عالی عالی. اگه سوالی همچنان برای ما بنویسیم. آره حتما. و دلیل بعدی که بچه‌ها مسئولیت کارهاشون رو برنمی‌دارن اینه که مسئولیت هاشون رو بی‌معنی میدونن یا میبینن. بچه‌ها نیاز دارن بدونن چرا باید یه کاری رو انجام بدن. وقتی براشون بی اهمیت باشه خب به طبع انجامم نمیدن و گاهی کودکان انگیزه کافی رو ندارن، چون کارهایی که باید انجام بدن براشون پشتش معنایی نداره. مثلا ما اگه میدونیم کودکمون علاقه به خوندن کتاب نداره، به جای اینکه بگیم کتاب بخون، چرا کتاب نمیخونی، چیزی که کمک میکنه بگیم تو موضوعی که تو دوست داری دربارش کتاب بخونیم چیه و وارد دنیای مطلوبش بشیم. اگه عاشق دایناسوراست، اگه عاشق فضاه، اگه عاشق ماشینه، تو این زمینه چه کتابی بخونیم که تو دوست داشته باشی. وقتی کودک در انجام کارها علاقه و معنا پیدا میکنه، خودش اون انگیزه کافی رو هم به دست میاره. این نکته خیلی میتونه به همون دسترسی بده که کنجکاو بشیم. بچه من چی رو دوست داره، دنیای مطلوبش چیه. اگه میخوام تشویقش کنم به یک کاری مثل کتاب خوندن، از طریق اون دنیای مطلوب وارد بشم.
یه تمرین خوبی که من همیشه دعوت میکنم انجام بدیم خودمون همه ما والدین، اینه که به یه کاری که فرزندمون همیشه ازش تفریح میره فکر بکنیم. از خودمون بپرسیم خب چرا این کار از نظر فرزند من مهم نیست؟ نه اینکه بگیم خب چرا انجامش نمیده. این سوالو کنیم که چرا اون اهمیت نیست، یعنی چرا مهم نمیبینه. پس من چه کمکی میتونم بکنم که اهمیت براش بیاد بالا، که به طب اولویت انجام اون کار هم براش بیاد بالا. و اگه میخواین تمرین‌های بیشتری رو از این جنس با مثال‌های آماده تر داشته باشیم، جعبه ابزار در انتهای این وبینار در خدمت شماست. مرسی. و دلیل دیگه هم ممکنه داشته باشه. خوبه که اینجا برگردیم به خودمون یه نگاهی بندازیم. گاهی ما بهشون نشون میدیم که ما بهشون اعتماد نداریم. گاهی والدین ناخودآگاه به بچه‌هاشون نشون میدن که نمیتونن از پس کاراشون برمیان. پس بچه‌ها هم یاد میگیرن که مسئولیت پذیر نیستن، یعنی احساس میکنن که اون در واقع این مهارت رو ندارن. و شاید اینجا بد نباشه که این شکلی نگاه کنیم. من میخوام ازتون یه سوال بپرسم و این سوال رو به عنوان یه تمرین بهش نگاه کنیم. تا حالا شده که به بچه‌هاتون بگین یا به فرزندتون بگین که تو بلد نیستی، بده من انجامش بدم؟ یا تا حالا شده به این فکر کنین که در واقع با این جمله چه تأثیری روی اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندتون میذارین؟ میخوام که شما رو با این سوال در واقع بذارم باقی بمونید تا پایان وبینار و هر چیزی که به ذهنتون رسید بگید، چون ممکنه که بچه‌ها پاسخی که میدن راهگشای در واقع بسیاری از مسیری باشه که شما دارین طی میکنید. خب برای تقویت این مهارت هم توی خودمون تمرین‌هایی رو ما در بروشور در واقع برای شما خلاصه کردیم و قرار دادیم که بهتون کمک میکنه که سبک حرف زدنتون رو با کودکتون به شکل آگاهانه تری کنید و شیوه حرف زدنتون رو در واقع تغییر بدید، چون بسیار بسیار شیوه حرف زدن شما و فرزندتون روی اعتماد به نفسش و روی عزت نفسش تاثیر میذاره. خب حالا میخوایم بریم سراغ یه قسمت جذاب این وبینار که اونم در واقع ارائه روش‌های ساده و علمی جذابه تا در کنار هم بتونیم مسئولیت پذیری رو توی فرزندانمون تقویت کنیم. عالی. این قسمت خیلی جذابه چون با مثال میخوایم توضیحش بدیم تا بهتر بتونیم اون جان کلام رو بگیریم. روش اول که مهم یادمون باشه اصل مشارکته. همراهی میکنیم، نه اینکه فقط دستور بدیم. به جای گفتن این که برو اسباب بازیاتو جمع کن، میگیم بیا مسابقه بدیم ببینیم کی زودتر میتونه تموم بکنه جمع کردن اسباب بازی رو. چون بچه‌ها اصولاً عاشق رقابت و بازی هستند. پس این تمرین مسئولیت پذیری رو میخواد ببریم تو قالب بازی و ما میریم تو تیم اونها، میخوایم با هم این کار رو انجام بدیم، نه اینکه بره تو اون ما مقابل اون وایسیم خب برو انجام بده دیگه. این بسیار میتونه جذاب باشه و اون انگیزه درونی رو تو بچه‌ها رشد بده. وقتی انجام کارها رو به بازی تبدیل کنیم بچه‌ها خیلی راحت‌تر میپذیرن که انجامش بدن. دقیقاً همینطوره. یه روش دیگه ای هم هست که ما بهش میگیم سیستم پیامدهای طبیعی، در واقع یک تجربه واقعی مسئولیت پذیریه. ما نباید بچه‌هامون رو تنبیه کنیم، بلکه باید به اونها اجازه بدیم پیامد کارهاشون رو ببینن. مثلا اگه ظرف غذاشو بر نداشته، دفعه بعد موقع غذا خوردن باید خودش دنبال ظرف تمیز بگرده. من از این روش نفیسه جان به شدت هم برای فرزند بزرگترم استفاده میکنم، هم برای فرزند کوچیکم و بسیار نتیجه مثبتی میگیرم و پیشنهاد میکنم که از این تکنیک حتما استفاده کنید. زنده باد. روش بعدی انتخاب بهشون بدیم، نه اینکه فقط دستور بدیم. این خیلی سخته ولی خب حتما میتونیم انجامش بدیم. یعنی به جای اینکه بگیم تکالیفت رو انجام بده بهش انتخاب میدیم. اول میخوای مشقاتو بنویسی یا اول میخوای استراحت کنی. اینجوری تو ذهنشون راحت میتونن تفکیک کنن که خب
من این دوتا انتخاب یه آپشن رو دارم، کدومش رو میخوام انتخاب کنم. و اون اعتماد به نفسشون هم بالا میره، چون خودشون میان انتخاب میکنن و مسئولیت اون انتخاب رو در نهایت خودشون برمیدارن. یا به اینکه به جایی که بگیم اتاقات رو تمیز کن، میگیم میخوای اول با تمیز کردن لباسات شروع کنی یا با تمیز کردن اسباب زیاد یا مرتب کردن اسباب زیاد، تو انتخاب بکن. عالی عالی. یه چیزی هم که خیلی مهمه، یا به عنوان در واقع یه تکنیک بعدی یا روش چهارم، اینه که کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم. بیشتر از این که بچه‌ها رو نصیحت کنیم، باید با رفتارهامون برای اون الگو باشیم. حالا از شما والدین عزیز میخوام و دوستای عزیزی که در واقع اینجا هستن، میخوام یه موقعیتی رو که شما به جای دستور دادن با رفتارتون براشون الگو بودین رو به یاد بیارین و یه گوشه یادداشت کنین. در واقع توی اون زمان شما با شیوه رفتارتون چطور الگویی بودین، بعدش چه تأثیری روی فرزندتون گذاشت. این رو حتما یک گوشه یادداشت کنین تا بعد باز دوباره بهش برگردیم. عالی دوستان، مرسی از همراهی ارزشمندتون و خوشحالیم که یاد گرفتیم چرا بچه‌ها مسئولیت پذیر نیستند و اینکه چه قدم‌هایی میتونیم برداریم برای اینکه تغییر مثبت اتفاق بیفته. همونطور هم که قول دادیم الان قسمت میرسه به هدیه دادن. اونم چه هدیه‌ای؟ یه بروشور خلاصه داریم که دعوتتون میکنم حتما این بروشور خلاصه رو مطالعه کنیم، برای که چکیده‌ای از همه حرفایی که زدیم. یه چک لیست هم داریم که ویژه سن فرزندتون در واقع شما میتونید بریم و از این چک لیست استفاده کنیم و یه جعبه ابزار ارزشمنده که به شما کمک میکنه توی این مسیر که بچه‌هاتون رو مسئولیت پذیرتر بار بیارید. شما که تا اینجا کنار ما بودیم حتما لایق بهترین ها هستید. و ما یک پادکست 12 روزه هم داریم که در گوش بدین بهتون کمک میکنه توی این مسیر مسئولیت پذیری چطور با عمق و استمرار بیشتری کنیم. من دعوتتون میکنم که حتما اگه موضوع مسئولیت پذیری موضوع بسیار مهمیه تو زندگی شما، برین سراغ اون پادکست 12 روزه ما، برای اینکه ما روزی 5 دقیقه در مورد این موضوع صحبت کردیم و توش تکنیک گفتیم و به صورت خیلی خلاصه، خیلی به قول معروف گام به گام بهش پرداختیم و من میدونم که به شما خیلی زیاد دسترسی میده. و تمام این 12 تا پادکست که از روز اول فروردین در واقع در کانال گروهیم گذاشته شده، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشین و هر روز یک پادکستش رو گوش کنین و هر بار در واقع اطلاعات جدیدی تو این حوزه کسب کنین. لینک کانالمون هم که هستش که با شما به اشتراک گذاشتیم و اگه دوست داشتین از همین الان میتونین در واقع مخاطب ما باشین و توی کانال با ما همراه باشین. بعد از گوش کردن پادکست ها، دریافت جعبه ابزار و چکلیست، هر سوالی، هر چالشی، هر نگرانی داشتیم توی قسمت پرسش و پاسخ ما همیشه کنارتون هستیم و طرفتون عالی. و ما انشاءالله در آینده نزدیک قراره که یک دوره بی‌نظیر رو هم در حوزه اعتماد به نفس داشته باشیم و میخوام بگم که مسئولیت پذیری یکی از اون مهارت‌هاییه که در واقع وقتی ما روش وای میستیم اعتماد به نفس فرزندامون رو هم در به موازات اون در واقع رشد میدیم، ولی به طور ویژه روی مبحث اعتماد به نفس ما انشاءالله در ماهای پیش رو به زودی اطلاع رسانی میکنیم که توی کانال هم میذاریم. دوستایی که اینجا با ما هم همراه بودن ما حتما یک تخفیف ویژه‌ای رو هم برای اون دوره براشون لحاظ میکنیم، چون برای ما بودن شما برای ما خیلی ارزشمنده و این همراهی رو ما براش ارزش زیادی در واقع قائل هستیم.